شبابک قبل حرمک. جوانی محترم، ای گل زیبای نو شکفته، والله قسم این لحظه این جوانای مسجد چقدر نورانی و زیبا کردن. چی نوعی که وقتی در شب میبرای میبینی ستاره ها آسمان زیبا گرداندن، این جوانهای نورانی این مجلس زیبا گرداندگی هستند. پیغمبر بزرگوار گفتند جوانی را غنیمت بدان پیش از آمدن پیری. جوانی خیلی نعمتی بزرگی هست. اگر بخواهی که بفهمی که نعمت جوانی چی نعمت است، از این بزرگوارهایی که در صف پیش نشستن موی سفید دارن از اینها بپرس. اینها لحظه های بهتر، این لحظه هایی که نو مثل گل شکفته بودن از دست دادن، آیسته آیسته پژمرده و خزان شده ایستادند. سفیدی در چهره اینها پیدا شده است. اون قوت توانایی که دادری عزیز برادری بزرگوار شما داره اینها ندارند. اینها در سجده زیاد ایستاده نمیتوانند. اینها در رکوع نالش میکنند. اینها از سجده خستن به باری دستاشون میخیزند، چون که پاهاشون درمند شده است. امروز جوانی خیلی نعمتی بزرگ است عزیزم. این جوانی چون بهار است، غنیمت دان خزانش در کنار است. عزیزم این جوانی چون بهار است، غنیمت دان بهارش در خزانه در کنار است. جوانی می رود باری دیگر نیست، رسد پیری جوانی را اثر نیست. جوانی را ببخش در راه معبود، که تا بخشد جوانی عاقبت سود. جوانی را در راه خدا، چه نوعی که این لحظه عبادت آمده، این چنین لحظه های خوش جوانی تا بگذران، تا اینکه در نزد خداوند به سر بلند به آبرو بروی. وقتی پروردگار از لحظه جوانیت پرسید، بگو ای پروردگار من لحظه جوانی ما در طاعت و بندگی تو نشأه نما دادم، در عبادت و بندگی تو گذراندم لحظه های جوانی.